این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشور سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه‌دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزال و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر میکنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده میشوند و خطا هم نمیکنید. این دستور وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگوینوس می باشد که خود کاپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف‌های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیتی جلب کنند. در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلبه مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند. پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستور وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در عائله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وایه رسیده است. وی در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکایی لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر می شود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدامهای وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره‌های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.